سلام، صبح بخیر از یه ولاگ دیگه. البته من ولاگام همیشه خیلی کوتاهه، برای همین الانم البته ساعت 8:40 است. من ساعت 7:40 بیدار شدم و صبحونم رو خوردم و یوتیوب نگاه کردم، ولاگ آخر سارا رو نگاه کردم، بعد یکم چند تا ویدیو دیگه دیدم و الان میخوام بشینم و درس بخونم تا ساعت احتمالاً 10 یا 10:30 اینا درس بخونم و تا ساعت 11 حاضر بشم که برم سر کار، چون من یک شنبه ها نصف روز ساعت 11:30 12 میرم سر کار و الان چون کلاسم تموم شده میشینم درس میخونم، بعدش میرم سر کار. یه چیز، این برنامه امتحانی منه، امتحان اولم روش تحقیقه و دقیقا برای همین دارم میخونم، ولی منبعش خیلی منبع مزخرفیه راستش. من الان 2 روزه دارم میخونم، یعنی دیشب خوندم، دیروز صبح خوندم، دیشب خوندم، امروز هم میخوام بخونم و هیچ جوره جلو نمیره این کتاب. ولی یه چیز بدی که درباره میز من وجود داره اینه که این شلفی که میبینین باید به دیوار وصل میشد، یعنی با فاصله از میز، که من میتونستم زیر این میزم زیر شلفم یه سری چیزا بذارم، ولی تقریبا انقدر میزو گرفته و من هر کاری میکنم لپتاپم رو وقتی میذارم انقدر از میزم گرفته میشه و میمونه تقریبا یه وجب از میز که باید بشینم و بنویسم روش. وقت خب من اینجا رو اوکی کردم، دفترم آوردم، اینا پر آب کردم، همونجوری که تو چیز گفتم انقدر میگه، تقریبا انقدر، یکی همشو من خورده بودم، تقریبا تا اینجاشو میگیره. فقط من برای اینجا پیدا نکردم، کاش میشد اینجا بذارم، ولی بر اینا هم واقعیتش جا ندارم. در نتیجه فعلا بمونه همینجا، ببینم اگه جا نداشتم یه کارش میکنم دیگه. ولی الان خیلی خوبه، یعنی جا هست حداقل بر دفتر و اینا. وقتی لپتاپ پایین بود واقعا جا نداشتم. البته میتونم اصلا همینجا هم بذارم بمونه لپتاپ، اینش هم خیلی خوبه، هرچند که خیلی ساعت الان 10:08 است. من نمیدونم چند صفحه خوندم، ولی میدونم که خیلی عقبم از چیزی که باید میخونم. یعنی من میخواستم فصل 2 رو تموم کنم، ولی خب یکم خیلی مونده فکر کنم از فصل 2 تا صفحه 61 که من الان صفحه 55 و همونطور که میبینید این صفحاتش 513 صفحه است. نمیدونم، حالا تا 10:30 یکم تلاش میکنم ببینم به کجا میرسم، ولی خب اگه نرسیدم هم اوکی دیگه، ول میکنم. یکم چون احتمالا حاضر شدم اینو طول بکشه، یکم زودتر، چون باید ظرفام بشورم قبل رفتن، چون بعد اینکه میام خیلی خستم. حالا یکم هم میخونم دوباره تا ساعت 10:30 ببینم تا کجا میرسم. ظرفام هم شستم اومدم، ساعت شده 10:37. کیفم و وسایلم بزنم تو کیفم، بعد دیگه حاضر شم برم کم کم. البته یکم روتین پوستی اینا باید انجام بدم. این دوتا رو میذارم تو کیفم که اگه احیانا وقت شد بیام بخونم دیگه. عطر دارم، یه آدامس میذارم تو کیفم. من این تریدنت، این مدل، این آدامس رو کنم خیلی دوست دارم. این دوتا یدک داشتم، یکیش تازه تمام شده تو کیفم بود. بعد دیگه چیکار باید بکنم؟ روتین پوستی ما انجام بدم. اوردینری نیاسینامید اسیدش و سیمپل آبرسان. و حالا اینم میخوام یه مرحله موهامم یادم نبود باید انجام بدم، چون موهای من فره. آب، بعدش
یا این یا اون فرقی نداره. خب چون من دیروز اینو زده بودم امروز اینو میزنم برای اینکه دوباره فرشه. بذارید من این کار رو انجام بدم دوباره بیام. اول آب میپاشم. اگه موهاتون فر اول آب، من دیروز همون بودم و حالت دادم، این بار دومه. اول آب میپاشم که موهام نمدار بشه، بعد از این کرم موه میزنم، مال لورئاله. بعد موهامو یکم جوندار کنم. بعد اگه خواستم، اگه دیدم مثلا یکم وزدار و اینا، از این روغن نارگیل پنتن میزنم. برای من کارم انجام بدم بیام. آرش نکردم یه این لیپ گلاسر رو میزنم چون این خیلی ژلی طوره، چسب طوره و نمیره. روشم یه دونه روژ رنگ لب میزنم. من اینو میندازم تو کیفم چون هوا فعلا که انقدر سرد نیست که من بخوام اینو بذارم سرم، ولی احتمالا برگشته نیست سرد. برای همین اینا رو میپوشم که برم. داره دیرم میشه چون ساعت 11 قرار بود برم، الان ساعت 11 و 10 دقیقه است. بازی کافی دیرم شده دیگه. بوتامو برمیدارم که بوتام مال ویزلنده. میپوشم که برم. یه جوراب بلندم پوشیدم. بریم. حوصله نداشتم پشتو خالی کنم، در نتیجه گذاشتم جلو و همون طور که میبینید جا نداره. یعنی یه دفترم حتی جا نمیشه اینجا. ماست موسی رو چیپسم هم آوردم یکم انگیزم بیشتر شه. یکم هم حال ندارم اصلا، ولی don't worry. بریم که بخونیم درسو. خب میخوام بگم که در کمال تعجب با بی‌حوصلگی من ساعت الان 10:24 است. اینجا هم میبینید من فصل 2 رو تموم کردم، خدا رو شکر. و خیلی چی میگن تمرکز بیشتری داشتم. این وسط هم شیر امروزم هم خوردم. من هر روز یه دونه شیر میخورم که البته کم چربش رو میخورم. یه دونه شیر هم خوردم قبل از خواب. خیلی راحت کمک کن راحت بخواب. قرصم هم خوردم، یکی از قرص هم مونده الان اونم میخورم و اینا رو جمع کنم. این وسط یکی از خودکارام هم خدافظی کرد با هم، تموم شد. اون یکی رو برداشتم، یدکه رو برداشتم. اینا بر جزوه نویسی خیلی بهترن چون خودکار ژله‌ای ان، خیلی سریع می نویسی باشون.
تا اینجا من واقعا انقدر نوشتم برای 2 فصل، 18 فصل. امیدوارم که اوکی باشه. فردا فصل 3 رو شروع میکنم به امید خدا. ببینم فصل 3 ایشالله که فصل 3 بهتره. خب من لپتاپم رو خاموش میکنم، برم مسواک بزنم و چی میگن روتین پوستی. از اونجایی که من اینجاها لباس آویزون کردم و ببخشید اینا رو که مرتب میکنم، بعد میرم سراغ روتین پوستی و اینا، چون اینجاها خیلی به هم ریخته سی خوردم. این وسط یادم افتاد فردا برم باشگاه و وسایل والیبالمو جمع کردم. این از این. حالا آبم باید پر کنم. قمقمم خراب شده اونی که بر والیبال بود و فعلا همین میبرم. That's okay. اینجوری میشه و فلان، ولی راستش من توی 1 لیتر آبم از همینقدر ریختم باز خوب حل نشده. نمیدونم. خب من کارم تموم شد. تا قبل اینکه ساعت 11 شه میخوام برم کارم انجام بدم. اینو نمیزنم. اینو این سفید کننده است، اینو 2 بار در هفته باید زد. نمیزنم. همین کولگیت که خیلی دوستش دارم و داره تمام میشینم. مسواک قشنگم و اینم که صورتم میشورم. این بزرگ بود خودم ریختم اینجا چون تهش مونده بود. و مایه دستشویی و اینا رو میذاریم اینجا چون نمیشه همش رو با هم برد همیشه همه جا. اینم میذارم معمولا بین این و این موند. خب من برم کارم انجام بدم برگردم. کلیدم باید ببرم چون هماداغیم اتاق نیست و تنها باید در اتاقو قفل کنم. بریم بیایم بگیریم بخوابیم که خیلی خستم واقعا. آشغالا رو باید بذارم تو سطل آشغال. یادم رفت اول نخ دندون بعد مسواک. خب من رفتم کارمو کردم. الان از این میخوام استفاده کنم. شب خیلی وقت استفاده نکردم. اوکی. خیلی کم زدم ولی خب به نظرم اوکی. اینو من همیشه استفاده نمی کنم. اوایل هر روز استفاده می کردم، هر صبح و شب. خب الکل داره و اینکه چیز همچین مفیدی نیست، ولی به جاش من هر روز اینو دارم استفاده می کنم. هر روز که نه هر شب. و تقریبا تاثیرشو دیدم. اینو یادم باشه بندازم دور. تاثیرشو دیدم و نظرم تاثیر داره. حالا اینو نباید بزنید به پوستتون، یعنی اینو که این چیزه چی میگن، این سرمه نوک دستگاه نوک چی میگن بیلکش نخوره به صورتتون و پوستتون در اصل. بعد اینکه اینو زدیم میذاریمش سر جاش و این سیمپل رو میاریم. سیمپل رو من گفتم من کلا به همین صورتم نمیزنم چون مستعد چربی میکنه پوستم و فقط دور دهنم که معمولا خشک، دور لبم در حقیقت که خشک و بینیم و
گوشه های صورتم دیگه، یه سری جاها که میدونید خشکه من اونجاها میزنم همیشه، جاهای دیگه که میدونم چیزن نمیزنم، مثلا گونه هامو اینا اصلا ازش نمیزنم. خب در آخر هم کرم دست. فکر میکنم این ویدیو خیلی قرار طولانی باشه چون واقعا از صبح تا شبمو اومدم کشیدم منظورم اینه که به تصویر کشیدم، به همین حس میکنم خیلی طولانیه. خب و در آخر هم این چیز قابلی که چون